صبح شهناز کاملزاده ساکن 32 ساله دوشنبه با آماده‌سازی کودکانش به باغچه و مکتب آغاز می شود. زیرا او زنی کارگر است و نیز شوهرش کار می کند. فرزند بزرگ شهناز سروش 8 ساله است و در مکتب میانه تحصیل می کند. دخترش ممتاز 6 ساله هنوز در کودکستان پرستاری می شود. صبح ممتاز را مادرش تا باغچه و سروش را پدرش تا مکتب گسیل می کند و والدین همین طور پی کار می روند. مسئول بازگرفتن فرزندان شهناز از کودکستان و مکتب دو مربی است که تا بازگشتن والدین آنها را غذا و درس می دهد. هم مربی همون هم معلمی درس تلاوتی همون همسایه همون هستند و از ساعت 4 هر دو در خانه هستند و بعد از 4 هم مربی همراهشون در خانه میشیند. طبیعی است که پول میدهیم و مثلا پول مطابق چنک های کشورمون پول کم نیست. خود شهناز کاملزاده در شرکت مخابراتی مگافون تاجیکستان پیر منیجر کار میکند و از ساعت 9 صبح تا ساعت 6 بیگاه مشغولیت دارد. ولی او میگوید در طول ساعت‌های کاری و فرصت مناسب از حال فرزندانش با تلفن خبردار میشود. سروش مکتب اومد اون تو خانه برات پرویز منش همون قدر کاری که در جای کار کردم تمام اون در همونجا تمام می شود و من در خانه می آیم کاملا یک مادر تبدیل می یابم و دیگر با کارگاه رسیدگی کردن نمی توانم. این واقعا خیلی سخت است. تنها 2-3 ساعت باقی میماند که من وقتم را برای فرزندان جدا کنم. مجبور هستیم دو کار رو یک جای انجام بدهیم. مثلا همزمان صحبت با فرزندانمون را یک جای با یک کار دیگر. شهناز مادری تاجیک است و طور معمول مسئولیت کار خانه بر دوش اوست. اما چون وقتی تعلیم فرزندان است، یک وظیفه دیگری آماده سازی درس‌های فرزندان بر مسئولیت او افزوده است. تهیه غذا، لباسشویی و تمیز کردن منزل از وظیفه‌های اصلی خانوادگی شهناز باقی میماند که در ضمن زنی کارگر به یک زنی خانه تبدیل می شود. مسئولیت خرید مواد روزگار و غذا بر دوش شهناز و شوهرش است. اما چون شوهر نیز بیشتری وقت مشغول کار است، اکثر موارد این کار نیز او انجام می دهد. خانم شهناز با منظور چنین بار سنگین مسئول مادری کارگر میگوید موفقیت در جای کار یعنی خیلی سخت است. وقتی که مادر است در جای کار خیلی سخت است با یک موفقیت دستاوردهای زیاد نایل شدن و برای یک مادر کارمند سخت است تربیت فرزند و وقت و مهر و محبت ظاهر کردن به فرزند. ولی به هر صورت شهناز فخر دارد که مادر و کارگر است و اما میگوید انجام موفقانه همه مسئولیت یک مادر کارگر به کمک شوهر غیر ممکن است که در ضمن همیشه او از شوهر پشتیبانی می‌یابد.